یک روز سمد از شرکت تویوتا یک دانه کورولای فول امکانات میخره و فکر میکرد این ماشین از تمام ماشینای دنیا متفاوت تر است. اون که از خوشحالی در لباس خود جای نمیشد، خانواده‌اش سوار کرد رفت مسافرت. اون برای اینکه یکم جلوی خانواده‌اش خودنمایی کنه سرعت ماشین را برد روی 130 که دید صفحه مانیتور هنگ کرد و سرعت روی 130 قفل شده و کم نمیشد. پدر زنش که مستری بود گفت یکم گاز بده بعد ترمز بگیر که شاید سرعت ماشین کم شد، اما اینجا هم نبود و سرعتشون روش 160 قفل شد. اوضاع هم تخمی شده بود و همشون به خود شاشیده بودن. سمد همون لحظه به کارمنده شرکت تویوتا زنگ زد و مشکل رو بهشون گفت، ولی رئیس شرکت به تخمش هم نبود، چون داشتن همون لحظه به مشتری دیگه همون ماشین رو میفروختن. درست همون لحظه اون ماشین در یک پراید از جا کند. اونم که خیلی عصبانی شده بود آهنگ موسیقی لرستان را پله کرد و افتاد دنبالش. این دوتا پلیس هم که با اون سرعت میبینه میافتن دنبالش. اول بهش هشدار میده که بزن بغل، اما وقتی که متوجه شده ماشین دچار مشکل شده با یک هلیکوپتر اون از وسط توی جاده میبردارن که یه دفعه